عزت در پول و دارایی نیست، بلکه فقط در این است که ما الله را در زندگی خود داشته باشیم. عزیزم متوجه باشیم که چوکی برای انسان عزت داده نمیتواند، قدرت عزت داده نمیتواند، پول و دارایی عزت داده نمیتواند برای مسلمان. فقط عزت در این است که انسان 5 وقت نماز خود را ادا کند. عزت در این است که فرزند انسانها نافرمانی آنها را نکنند، نافرمانی رب خود را نکنند. عزت در این است، افتخار در این است که ما ارتباط ما با الله ما قوی باشد. عزت در این نیست که ما موترهای شیشه سیاه داشته باشیم. فقط عزت در یاد الله است و در یاد این است عزت که ما چقدر الله ما در این قلب ما هست، ما چقدر یاد الله را میکنیم. عزت در پول و دارایی نیست، بلکه فقط در این است که ما الله را در زندگی خود داشته باشیم.